امروز اومدم با یک بازی جدید. اون آقا هر که پابجی رو ساخته بود یادتونه؟ حالا داره با یه بازی جدید برمیگرده. با یه بازی جهان باز که دنیای وحشی رو توش ساخته که توسط هوش مصنوعی کنترل میشه. باید دنبال منابع بگردی، سفر کنی و هدفت رسیدن به یک برج هواشناسی دوردسته. و بهترین بخشش اینه که خیلی زودم منتشر میشه، فکر کنم توی این 2 هفته. تو باید مسیرتو مشخص کنی، منابع رو جمع کنی، وسایلتو بسازی و یا تعمیرشون کنی. توی طوفان و سرمازدگی و گرسنگی دوام بیاری. اونم توی دنیایی که هیچ وقت دوبارش شبیه هم نیست. ویژگی خاص این بازی اینه که هر بار یه نقشه جدید 64 کیلومتر مربعی با استفاده از هوش مصنوعی ساخته میشه. پس یعنی چی؟ یعنی دوبار شبیه هم نیست. یعنی هر چیزی رندوم سپان میشه. بازی با موتور آنریل 5 ساخته شده. این نقشه عظیم و خیلی طبیعی نشون میده. شرطش واقعا سخته، هیچ نقشه‌ای نداری، آب و هوا بیرحمه، اگه بمیری باید از اول شروع کنی. ولی چون هر بار دنیای جدید ساخته میشه، نمیتونی ازش دل بکنی. قرار پیشرفت مترو هم بهش اضافه بشه که حتی میتونی نقشه‌هایی که به دست میاری هم با بقیه به اشتراک بذاری. اسم این بازی هم پرولاگ گو وی بکه که قرار 20 نوامبر برای پی سی از استیم منتشر بشه. اگه دوست داشتی دانلودش کن و نظرت رو برای ما کامنت کن.